به نام خدا، جلسه سوم هستیم در خدمتتون در رابطه با کارشناسی ملک. بچه 8 تا روشه که ما توی کارشناسی ملک باید به این 8 تا روش توجه بکنیم. 8 تا نکته در واقع. این 8 تا نکته باید حتما دقت کنیم. بعد از این که از این 8 تا روش فیلتر کردیم و ازش عبور کردیم، روی فایل مورد نظر کار کنیم. یا اصلا بذار اینجوری بگم، رو چه فایلی کار کنیم؟ ما رو همه فایل‌ها قرار نیست کار کنیم که طبیعتا باید رو فایلی کار بکنیم که ارزشش رو داشته باشه، برای وقت خودمون ارزش قائل باشه. یه فایلی هست مثلا خوش نقشه نیست، یه فایلی هست مثلا قیمتش به قیمت نیست. رو اینا الان توضیح میدم که به چه صورته. فقط باید روی این فایل کار بکنیم. دسترسی مناسب داشته باشیم. خب یعنی چی؟ بعضی از ساختمونا هستن، بعضی از واحدها هستن، خب ته کوچه بنبستن، یا مثلا کوچهش ارزش کمه، کوچه ارزش مثلا 4 متره، خب یه جوریه که ماشین رو نیست. مثلا یه فایلی بود خانم پولیسف معرفی کرد، یه ویلایی بود، طرف فروشنده بود، من با آقای مرادی رفتیم دیدیم، یادم افتاد، با آقای مرادی رفتیم دیدیم، گفتش مثلا تو امامت هاست، یادتون مرادی با هم رفتیم تو امامت هاست، رفتیم تو امامت، آدرس میداد، همونجوری رفتیم داخل و داخلتر، رفتیم تو محله قدیم طلابت. خب بافت قدیمی بود، کوچهش ماشین رو نبود. خب بعد اصلا در ویلایه یه جوری بود درش نفر رو بود، یعنی با ماشین نمیتونستی بیای داخل کوچه، نمیتونستی بری داخل خونه. متراژش 100 مثلا 45 و 150 متر اگه اشتباه نکنم. متراژ ویلایه کم بود، یعنی یه جوریه که نه توجیه ساخت داره، نه دسترسیش خوبه، نه کوچهش خوبه، نه واسه سازنده میصرفه که اصلا بخواد بیاد اینو بکوبتش، خب چون پارکینگ تامین نمی‌کنه. بعد گذرش بد. پس یکی این که گذر کوچه خوب باشه، یکی این که معبرش یا همون عرض خیابان پهن باشه، یعنی بالای 10 باشه، بالای 8 یا 10 باشه. بحث دسترسی به مراکز خرید، نزدیک باشه. چه فایل خوبه؟ فایلی که دسترسیش به مراکز خرید نزدیک باشه، به معابر اصلی، به خیابون اصلی نزدیک باشه. یعنی اگه تو کوچه است به خود خیابون اصلی نزدیک باشه. و اینکه عریض بودن کوچه، گذر کوچه. دوم مورد خوش نقشه بودن. یه سری واحدات شما میری میبینی، خب نقشهشون اتوبوسیه، راهروه، خب وارد که میشی سالنش مربعی باید باشه،
خب شما وارد مثلا واحد میشی، میبینی نقشش بده. خب سالنش مربعی نیست، قناسی داره. اتاق خوابا مثلثی نباشه یا مثلا بقولم پرتی نداشته باشه. آره درسته. این تو وسط سالن ستون نداشته باشه. بله خیلی از ملک‌ها هست میبینیم سه‌خواب، مخصوصا تو سه‌خوابا، تو دو خوابا هم پیش میاد، میبینیم یه ستون اومده وسط خونه. اون ستونه باعث میشه که اون فایل خوب فروش نره. مورد بعدی داشتن مشاعات خوب و تمیز. نما مثلا سنگ، راپله مثلا سنگ، بدنه مثلا سنگ، یا مثلا سرامیک، نوع آسانسورش تمیزه. خب آسانسورش مثلا ما الان یه ساختمون هست، حالا تو ویدیو نمیخوام بگم، اسم نمیخوام ببرم، توی مثلا کوچه ستایش. خب مثلا آسانسورش 2 نفره است، ساختمون 32 واحده، 2 تا آسانسور 2 نفره داره. شما میری ساختمون تمیز، همه چیزش خوبه، میری واردش میشی میبینی آسانسورش خیلی کوچیکه. نمیگم فروش نمیره ها، هر فایلی فروش میره. خب ولی اینکه ما در وهله اول باید این 8 مورد رو از فیلتر رد کنیم تا بتونیم روی فایلی خوب کار کنیم، سریعا مثلا اون فایل رو بفروشیم. ما در وهله اول دنبال فایل خوبی. اوکی، آسانسورش مثلا 8 نفره باشه، راپلش عریض باشه، حیاتش مثلا فضا سازی داشته باشه، نور پردازی اگرم نداره اشکال نداره ولی تمیز باشه. مورد بعدی نورگیره، داشتن نورگیره درست. و همون توی آگهی ها شاید دیده باشین، الان خیلی هم کلیشه‌ای شده، فلان واحد غرق در نوره. خب یه جوری باشه که نورگیر باشه. یه سری واحدها هستن مثلا شما میری داخل یه مجتمع 2 تا بلوکه، این واحدی که مثلا به شما سپرده شده واحد پشت به نماست، بین 2 تا بلوک قرار گرفته و طبقات پایینه، طبقه 1 و 2، طبقات بالا نیست. این واحد توی روز هم شما باید خونه لامپ روشن بکنید خب که نورگیر باشه. اوکی، سایه نباشه. داشتن امکانات مناسب. امکانات مناسب یعنی چی؟ یعنی که الان توی ساختمان‌های جدید خب دیگه میان حیات و فضا سازی میکنن. یه سری ساختمونا هست علاوه بر این که نگهبانی یا سرایه‌داری داره، لابی هم داره. یه سری ساختمونا هست سالن اجتماعات داره. یه سری از ساختمونا هست مثلا ساختمون فرزاد، مثلا این اومده روف گاردن زده، بالای پشت بوم روف گاردن زده. یه سری از ساختمونا هست استخر دارن. خب اینا چیزاییه که حالا نمیگم حتما باید اینو داشته باشه. امکاناتی که ما الان برای یه فایل خوب در نظر داریم اینه که مثلا پارکینگ داشته باشه، آسانسور داشته باشه، نماش خوب باشه. دودگیرم شاملش میشه؟
دودگیر. آره. دودگیر منظورتون چیه؟ این واحد تکخوابه‌ای که 500 با 30 بود ما رفتیم، خب در ورودیشو که باز میکردی بعد در راهرو بود، در راهروش پله داشت و آسانسور داشت، تک‌واحدی بود. فضای پارکینگ جدا از فضای ساختمون بود. چون دود داره. برای اینکه مثلا آتش سوزی تو پارکینگ اتفاق بیفته، خب اون در چند سال ساخت بوده؟ هم 500 با 30 که قرار جلسه کنه. نوسازه؟ آره. خب طبق ضوابط شهرداری جدید پله اضطراری رو میگی؟ کلاً الان پله اضطراری رو میگه. نه پله نبود، در ورودی ساختمون که باز میشد بعد یه در بود که فضای پارکینگ رو از ساختمون جدا میکرد. یعنی پارکینگ بود بعد در رو که باز میکردی آسانسور رو راه بده بود. فیلتر ورودی آسانسور. بحث آتش نشانی شما آره. به خاطر بحث اون اطفای حریق اومدن جدا کردن، فضاها رو توی این ساختمون اومدن جدا کردن. درست. احتمالاً آتش نشانی بهش گیر داده، اومده اون فضا رو جدا کرد. الان طبق ضوابط جدید تاییدیه آتش نشانی خیلی مهمه. کارشناس آتش نشانی میاد توی ساختمون بررسی میکنه این ساختمون اطفای حریق داشته باشه و اینکه مشکلی پیش نیاد. این برای اونه. خود همین یه مورد 6 خود همین گفتیم پارکینگ، خودش این خیلی مهمه. پارکینگ داشته باشه. حالا خود پارکینگ یا میتونه مشا باشه یا میتونه اختصاصی باشه. حالا تو بحث مشا باز دو تا حالت وجود داره. مشایی که جا نداره، مشایی که جا داره. مشایی که جا نداره معمولا توی مجتمعایی که حیات کوچیکیه. خب مجتمعایی که حیات کوچکی دارن نه اصلا بگیم پارکینگ نداریم. ما بعضا مالکا میگن مشاره، بعد میری داخل ساختمون ببینی ساختمون 32 واحد اصلا حیات نداره. کلا اونجا توی اون ساختمون مثلا 14 نفر پارکینگ دارن، بقیه پارکینگ ندارن. ساختمون سال ساختار. اینکه خود مشاها برای ساختمونایی که چند سال ساخت هستن ما کلمه پارکینگ مشا رو به کار میبریم، چون توی نوسازا که همشون دیگه الان اختصاصیه، چون طبق ضوابط شهرداری سازندهایی که میسازن به ازای هر واحد یه پارکینگ باید تامین کنن. مشایی که جا داره. یه سری ساختمونا هستن شما میرید میبینید و ساختمونه مثلا 15 واحده، 12 تاش پارکینگ دارن، 3 تاش پارکینگ ندارن، ولی تو حیاط جای پارک داره. خب باز یه سری ساختمونای دیگه هستن که اینا قدیمی هستن، مثلا ساختمون گلدیس 4 طبقه است 8 واحده. خب پارکینگ تو سند قید نشده، پارکینگ تو سندش قید نشده، اختصاصی نیست، ولی باز جای پارک داره. اومدن مصوف جا تعیین کردن، شماره گذاری کردن بین 1 تا 8 برای 8 نفر پارکینگ جا داره ساختمون. اینو بهش میگن مشاع جادار. اونی که با مزاحمت هم میشه. حیاتی که جا داشته باشه، جای پارک داشته باشه. آره پارکینگ مزاحم و اینا هم میگن درست. الان واحدهای 200 متر به بالا باید 2 تا پارکینگ داشته باشه. خب 2 تا پارکینگ باید سازنده در نظر بگیره. پارکینگ اختصاصی هم که مشخصه، پارکینگی که
مسقف باشه و داخل سند قید شده باشه. سوال داخل سند قید شده باشه اختصاصی. حالا فقط شما هزینه پارکینگ اختصاصی رو میگیرین از مشتری، درسته یا نه؟ بله. چون اون حیات اگر داشته باشه که حیات نه مشتری دیگه نه. میشه مهمان دیگه. من که چیزی میگم تا واقعا مهمان داره، حالا خب کسی یعنی رو پارک میکنه، فقط اختصاصی رو هزینه‌اش رو یه چیز درسته. پارکینگ که اختصاصیه بچه‌ها مشتری قراره پول بده. پارکینگی که مشاهد یعنی جزء ساختمون اختصاصی نیست. ما دنبال فایلی هستیم که در وهله اول پارکینگش اختصاصی باشه بچه‌ها. اوکی، در وهله دوم مشاه جادار باشه. اگه نداشت مشاش جوری باشه که جای پارک داشته باشه. یه سری ساختمونا هستن تعداد واحدشون کمن، اینا مشاهشون مشاهیه که میشه روش حساب کرد. یه سری ساختمونا هستن مثلا 32 واحدن 42 واحدن، خب اینا نمیشه مشاهاتش حساب کرد، جا نداره. ولی باز یه ساختمونای دیگه هم هست مثلا ساختمون بعثت، مجتمع بعثت اتوبوسرانی، اینا بلوکن، پارکینگش هم محوطه است، یعنی همه جوره جای پارک داره. خب یه سری از بلوک‌های 700 واحدی هم همینجوریه، تو سندشون قید نشده ولی جای پارک داره، یعنی مسقفه خب ولی تو سندش قید نشده، اونم محاسبه نمیشه. نه، چیزی که تو سند بیاد محاسبه میشه. مورد بعدی به قیمت باشه. شما تماس میگیری به مشتری، خب میگی که این واحدتون چنده، چجوریه، شروع میکنی صحبت کردن. طرف زیاد فروشنده نیست یا اینکه فروشنده است میخواد ملکشو بیشتر بفروشه که طبیعی هم هست. شما باید اینجا به قیمت رو بشکنید. خب فرض بگیرید قیمت منطقه مثلا متری 50 تومنه، خب طرف به شما میگه 60 تومن، یه چیزی اصلا خارج از عرف به شما میگه، شما روی این فایل وقت نمیذارید. این مورد که میشه سنگ کردن فایل هم باشه، یک مشاور به زنگ زده به خاطر که مال خودش رو کنه یه قیمت بالاتر داده. درست، این هم میتونه در نظر داشته باشیم، ولی اون لحظه شما باید این مشتری رو رها کنی، این فایل رو رها کنی. من مثلا اینو بگیرم برای تعاطر کنم با نوساز. آره. وقتی قیمت رو ببینید یک هفته بعدش دوباره بهش زنگ بزنید. ببینید یه سری آدما هستن میان، مثلا یه سری مشاوران هستن میان قیمت رو بیشتر میگن که فایل و مونوپول خودشون بکنن. خب شما باید اجازه بدی، تایم بدی به اون شخص. ما که میدونیم قیمت منطقه این نیست، خب خودمونو که نمیتونیم گول بزنیم، که دنبال فایلی هستیم که به قیمت باشه بتونیم روش کار بکنیم. میایم قیمت منطقه رو در نظر میگیریم، با مالک میشینیم راجبش صحبت میکنیم، یا تلفنی یا حضوری فرقی نمیکنه. 10% اختلاف اشکالی نداره، 20% اختلاف اشکالی نداره. خب میتونیم روش کار کنیم. یه سری فایل‌ها هستن باز به قیمت هم، خیلی به قیمت هم، طرف حتی زیر قیمت منطقه هم میاد میفروشه. خب اینا میشن فایل‌های به قیمت. واحد یا ملکی که در منطقه به قیمت باشه، یا 10 الی 20% اختلاف قیمت در طول یک هفته یا 10 روز.
فایل میری پیدا میکنی، قیمتش رو بالا میگه، یه هفته 10 روز باهاش صحبت میکنی با اون شخص که فایل و قیمتش رو درست کنی. اگر دیدی نشد فعلا رهاش میکنی، موکولش میکنی به بعد، دیگه روی این فایل وقت نمیذاری. حال بعدی شخصی بودن فایل. یه سری از املاک ها هستن بچه ها به شما فایل میسپارن، یا یه سری از این واسطه هایی که قبلا توضیح دادم میان به شما فایل میسپارن. فایل به قیمت نیست. خب فایل به قیمت نیست. بیشتر سعی کنید رو فایل شخصی خودتون در وهله اول کار کنید، چون 0 تا 100 شو میدونید. طبیعتا شما اومدی بررسی کردی اون فایل دیگه، فایل رو پیدا کردی، رفتی با مالکش صحبت کردی، رفتی جاشو دیدی، کوچه‌شو دیدی، سال ساختشو دیدی، بازدید رفتی، کارشناسی هم خب الان زمان کارشناسی هم کردی. همه اینا هم داره، همه این 8 مورد هم داره. این فایل رو آگهی میکنی، این فایل رو آگهی میکنی و روش کار میکنی. فایلی شخصیه. امیدوارم که جلسه هم مستمر ثمر واقع بشه و اینکه به درآمد 100 میلیونی نزدیکتر بشه. سوالی چیزی در رابطه با این 8 مورد بچه ها؟ اون فایلی که به قیمت باشه قرار باشه با مالک صحبت کنی، قیمت بیاری پایین، به نظر من باید خب خودت کار کرده باشی یا منطقه رو بشناسی که بتونی فایل بهش معرفی کنی. مثلا ساختمون یک روش به شما میگم، یک روش بهتون میگم، این یک روش رو جوریه که میتونی ازش استفاده کنی. دیکته‌وار نیست ولی میتونی کمک بگیری. ما از دیوار به ما قیمت نمیده، ولی میتونیم از دیوار کمک بگیریم برای اینکه توی یک منطقه نگاه کنیم. فایل مثلا میایم فیلتر میکنیم، می‌نویسیم مثلا فایل نوساز منطقه مثلا خیابون دانشگاه، میزنیم نوساز دانشگاه، ساختمونای نوساز دانشگاه میاد بالا، قیمت منطقه دستمون میاد. از این روش میتونیم استفاده بکنیم که قیمت منطقه رو بفهمیم. بیایم یه فایل رو با یه فایل دیگه بررسی کنیم تو همون منطقه، بعد بیایم زنگ بزنیم به مالک، بگیم آقای مالک ما مثلا توی این کوچه داریم، شما میگی مثلا متری 60 تومن، توی این کوچه داریم متری 50 تومن. شما مثلا توی برج تهران داری میگی 3 و مثلا 500، من تو همون ساختمون دارم متری 3 تومن. درسته؟ باید باش مکالمه کنیم و اینکه قیمت رو درست کنیم. این میشه کارشناسی قیمت. چون دیدم آقای حسینی مثلا قیمت میخواد به مشتری بده یا باش صحبت میکنه، خب مثلا میگه فایل فلانی این مالکش اینه، من میشناسمش، اینجوری قیمت داده، دارم اینجوری روش کار میکنم. خب خب قیمت بده به مشتری، اینجوری باش صحبت میکنه. مثلا میاد ملکشو اینجا معرفی میکنه، میگه ملک من فلانجا، بعد آقای حسینی میگه آره همونجا یه ساختمون هستش. خب دیگه باید ببریم. آره این باید مقایسه کنه دیگه. اون مالک رو ببری تو مقایسه با ملک خودش، یعنی یه ملک دیگر رو بیای مقایسه کنی با این ملکی که بنده خدا گذاشته برای فروش. خب میگه من تو همون ساختمون دارم اینقدر، مال آقای فلانی هم دیگه اسم فامیلیش هم بگه. خب این طرف میفهمه. بعضیا هستن بعضیا ایشون حتما داشته صحبت میکرده. البته ما سعی میکنیم که این قانون هم مثلا همینه، فامیل نگیم، یعنی اسم یک مالک دیگر رو نگیم، ولی یه جاهایی هم بد نیست، یه جاهایی که حالا بخوایم قیمت بشکنیم بد نیست. البته ایشون چون سازنده نیست که قوتش خودش. آره این بنده خدا چون آشنای خودشه، میدونی که مثلا این بنده خدا اینجا مثلا تو این ساختمون دامادشون مثلا هست، خب میگه مثلا ساختمون فلان تو کوچه فلان دامادمون گذاشته اینقدر داریم مثلا
تو این کوچه قیمتش اینقدره، اون مشتری میاد اونو برمی‌داره، چرا بیاد واحد شما رو برداره؟ مگه اینکه مزیت دیگه ای داشته باشه. تو دسترسیاتون یکی اینه، اونایی که سر چهارراه هستن همه چیزشون خوبه، فقط پارکینگ ندارن و سر شلوغن. همیشه اینم به نظر من معضلیه برای دسترسی. برای مثلا سر چهارراه دانشگاه مسکونی داره، جا پارک نداره، فقط پارکینگ نداره و احتمالاً داره بعضیشون پارکینگ هم داشته باشن ولی شلوغی محیط رو دارن. برای اصلی چهارراه خب میدونی جای مناسبی نیست، درسته دسترسیش خوبه. آره. ولی اصلا یه جوریه که نمیشه. ساختمونایی که سر تقاطع‌های اصلی شهرن، آره مشکل ترافیکو دارن، مشکل اینو دارن که طرف بخواد از پارکینگش بیاد بیرون تو ترافیک بمونه یا جلوی ساختمونش پارک کرده باشن. سر چهارراه درسته گزینه بدیه. ساختمون سر چهارراه باشه گزینه بدیه. ولی خب سر چهارراه فروشگاه‌های شلوغ نیست. فروشگاه‌های شلوغ مثل الان دیگه بندر عباس مال مثلا شده. آره مثلا ملکایی که پشتشه یا چسبیده بهشه این مشکلات رو دارن. یه وقتایی هست ما از ظرف رو میتونیم بچه‌ها بپوشونیم، بیایم به قوت تبدیلش بکنیم. خب ولی ما الان این جلسه رو گذاشتیم بگیم فایل خوب چیه. شما در وهله اول دنبال فایل خوب باش، خب بعد بیا دنبال فایلی باش که حالا اشکالی نداره روش وقت بذاری، مثلا یه مبلغی با طرف حالا بستی بتونی مثلا رو اون فایل هم کار بکنی. خب یه وقتی از شما مثلا ساختمون برلیان مثلا جاش خیلی خوب، درسته سر چهارراهه ولی الان پلاک جلوش زمین خالیه. الان هر کی بخواد پارک کنه میره عقب‌تر پارک کنه. الان موقع فروششه. 2 سال دیگه 4 سال دیگه ساختمون بغلش بیاد ساخته بشه، نه ورودی نفراش هم از پشته، یعنی از اون بغله. خب جا داره. یه سری ساختمونا درسته سر تقاطع ولی یه جوری قرار گرفته که میشه روش کار کرد. یه سری هم واقعا نه دیگه. بر خیابون تجاری خورده از این ور ماشین میاد رد میشه سر چهارراه این بقیه رو داره. ولی خب بازم بستگی به اون سلیقه مشتری، نیاز مشتریه. آره بستی. یکی اصلا میگه من تو این ساختمون میخوام، من فقط تو این ساختمون میخوام. نیاز مشتری اینه که شما تو اون ساختمون بهش فایل معرفی بکنی. حالا اصلا سر چهارراه بغل مسجد میگه من تو این ساختمون میخوام. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مثلا برادرش هم تو اون ساخته، یکی از اقوام دیگه‌ش هم تو اون ساخته. ان شاءالله که موفق بشه.